نماز نمونه قیامت است. میگفت من حال میرم به حضور خدا استاد میشم، اما در نمازی که امروز به حضور الله تبارک و تعالی استاد میشی، خدا تو را میبینه ولی تو الله را نمیبینی. میبینی؟ ولی قیامت چنین نیست. یک پرده پیش میری، تو خدا را میبینی و خدا تو را میبینه. یوم یکشف عن ساق. ساق ذکر جز اراده کن. روزی که پرده برداشته میشه از روی ذوالجلال، روز قیامت میخواییم به ظرفی دقایق معدودی که مانده، چون موضوعات قبلا گفتم مهم بود باید بطن میگفتم. وجوه یومئذ ناظره، رویها